به نام خداوند رحمتگر مهربان. نه، سوگند به روز رستاخیز، و باز نه، سوگند به وجدان سرزنشگر. آیا انسان میپندارد که هرگز ریز استخوان‌هایش را گرد نخواهیم آورد؟ آری، بلکه تواناییم که خطوط سرانگشتانش را یکایک درست و بازسازی کنیم. ولی نه، انسان می‌خواهد که در پیشگاه او فساد کاری کند. می‌پرسد روز رستاخیز چه وقت است؟ پس آنگاه که دیده خیره گردد و ماه در خسوف افتد و آفتاب و ماه به هم گرد آیند، آن روز انسان گوید راه گریز کجاست؟ حاشا، پناهگاهی نیست. آن روز قرارگاه نهایی به سوی پروردگار توست. آن روز است که انسان را از آنچه از دیرباز یا پس از آن انجام داده آگاهی دهند، بلکه انسان خود بر نفس خویشتن بیناست. هرچند دست به عذر تراشی زند، زبانت را در هنگام وحی زود به حرکت در نیاور تا در خواندن قرآن شتاب زدگی به خرج دهی. در حقیقت گرد آوردن و خواندن آن بر عهده ماست. پس چون آن را برخواندیم، همان گونه خواندن آن را دنبال کن. سپس توضیح آن نیز بر عهده ماست. ولی نه، شما دنیای زود گذر را دوست دارید و آخرت را وامی گذارید. در آن روز چهره‌هایی شادابند، به سوی پروردگار خود می نگرند، و در آن روز چهره‌هایی دوژم باشند، چرا که دانند مورد عذابی کمرشکن قرار خواهند گرفت. نه چنین است که او پندارد، زیرا آنگاه که جان میان گلوگاهش رسد و گفته شود چاره ساز کیست، و داند که همان زمان فراق است، و محتضر را ساق به ساق دیگر در پیچد. آن روز است که به سوی پروردگارت سوق دادن باشد. پس گویند تصدیق نکرد و نماز بر پا نداشت، بلکه تکذیب کرد و روی گردانید. پس خرامان به سوی اهل خویش رفت. وای بر تو، پس وای بر تو، باز هم وای بر تو، وای بر تو. آیا انسان پندارد که بیهوده رها می شود؟ مگر او قبلا نطفه‌ای نبود که در رحم ریخته می شود؟ پس علقه شد و خدایش شکل داد و درست کرد و از آن دو جنس نر و ماده را قرار داد. آیا چنین خدایی نتواند که مردگان را زنده گرداند؟